ببین مشکی فاز آبی نوله. اوکی اوکی شما بیاین نولو به دست خودتون بزنین، هیچ باشه بریم انجامش بدیم. وقت این نوسان ببخشید مثل من فاز نولو با هم اشتباه گرفتم. همین نولو شما با دستتون بیاد بگیرید. بله درست میفهمید، اشتباه شد. نه مشکلی نداره استاد، بفرمایید دوباره. این نوسانه رو ایجاد نمیکنه چون که میخوام مثل این که این حالا نمیدونم حالا مشکل این چی، ولی خب بالاخره به فلز استاد به نظر ما دمت گرم متوجه شدیم همه کس. به نظرم بیشتر از این بخوای آموزش ادامه بدی قطعا خودت میکشی. چت جی پی تی به ما یاد بده، شما زحمت نکش، دست در نکنید، همیشه 3 بار برق گرفتم من. اصلا شما نمیخواد. چرا تو میخوای آموزش بدی همه کس؟